آخرین نظرسنجی‌ها در کشورهای منطقه قفقاز جنوبی شامل جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نشان می‌دهند بیکاری مهمترین مشکل این کشورهاست. بر اساس آمارهای غیر رسمی نرخ بیکاری در این کشورها 15 تا 30% است. شیوع ویروس کرونا مشکل بیکاری را در این کشورها دوچندان کرده است. بسیاری از مراکز اقتصادی تجاری تعداد کارکنان خود را کاهش دادند و از طرفی ده‌ها هزار نفر از جوانان این کشورها که در روسیه مشغول کار بودند مجبور به بازگشت به کشورهایشان شدند. خارج از بحران کرونا، سازگار نبودن مهارت‌های جوانان با تقاضای بازار کار از مهمترین دلایل بیکاری در کشورهای منطقه قفقاز جنوبی است. اما برای توسعه اشتغال باید جوانان را به کارآفرینی تشویق کرد و فرهنگ تولید را جایگزین فرهنگ مصرف‌گرایی نمود. این در حالی است که به گفته کارشناسان مناقشه قره‌باغ و اختلافات موجود در منطقه قفقاز جنوبی باعث شده تا سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این منطقه نداشته باشند. امری که باعث کاهش اشتغالزایی در کشورهای منطقه قفقاز جنوبی شده. مناقشات و اختلافات موجود بین کشورهای منطقه قفقاز جنوبی مانع توسعه همکاری‌های این کشورها شده. اما به عقیده کارشناسان این کشورها باید در جهت حل این اختلافات و مناقشات گام‌های جدی بردارند، چرا که این اقدام راه را برای توسعه همکاری‌ها و حل برخی مشکلات اقتصادی از جمله مشکل بیکاری این کشورها کمک شایانی میکنه. ژورژ ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.